در شهر کابل صدها نفر از طرفداران عبدالله عبدالله نامزد به مقام رئیس جمهوری افغانستان به نشان اعتراض راهپیمایی کردند. آنها میگویند که در دور دوم انتخابات روز 14 ایون تقلب و قانونشکنی‌های زیاد صورت گرفته است. دکتر عبدالله گفت که طلب می‌کند تا نتیجه انتخابات به اعتبار اعلان شود. با گفته او مقامات انتخاباتی در انتخابات به نفع رقیب او اشرف غنی احمدزی کار کردند. هرچند نتیجه رسمی انتخابات اعلان نشده است، اما اشرف غنی احمدزی میگوید که در انتخابات پیروز شده است. در شهر بانو در شمال غربی پاکستان یگانه شفاخانه کودکان از پناهندگان پر شده است. با گفته کارمندان وزارت تندرستی پاکستان، آنها برای معالجه همه کودکان بیمار دارو و دوا و مواد غذایی کافی ندارند. آغاز عملیات نیروهای دولتی علیه تندروان در وزیرستان شمالی، یک منطقه قبایل نشین پاکستان، سبب شده است که مردم خانه‌هایشان را ترک کنند. روزانه برای معالجه به شفاخانه کودکان در شهر بانو 200 کودک می‌آورند. از زمان آغاز عملیات علیه شریکان القاعده در این ولایت 500,000 نفر خانه‌هایشان را ترک کردند. در شهر قزان پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه، متهم اصلی در پرونده غرق شدن کشتی بلغاریا، رئیس شرکت ارگارچتور سویتلانا اینیاکینا سخنی آخرینش را گفت. و غیر از او 4 نفر دیگر هم در سر زدن این فلاکت گناهکار دانسته می شوند. مفتشان همه آنها را به فرارفتن از صلاحیت‌های خدمتی و بی‌اعتنایی به معیارهای بی‌خطری متهم می کنند. کشتی بلغاریا سال 2011 در آب انبار کوی بیشوی روسیه غرق شد و 122 نفر در این صدمه جان دادند. قرار است حکم دادگاه روز 3 ایول اعلان شود. و دیگر اینکه در شهر قزان گروه از مردم اعتقادمند با طلب ممنوع کردن فروش مشروبات در ماه رمضان گرد همایی کردند. بیشتر از نصف اهالی 3,700,000 نفری تاتارستان را مسلمان ها تشکیل می دهند. در شهر دوشنبه 17مین سالگرد روز وحدت ملی را تجلیل کردند و بخشیده به این روز در گوشه‌های گوناگون شهر دوشنبه کنسرت و نمایش‌های عیدانه برگزار شد. سال 1997 بعد جنگ 5 ساله حکومت تاجیکستان و نیروهای مخالف عمدتاً اسلامگرای آن سازشنامه صلح را امضا کردند و به مناقشه خونین خاتمه دادند. در این جنگ 10,000 نفر جان داده و 100,000 تن دیگر بی خانه و در شدند.